واس کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الیکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان هر جای این دنیا که هستی. امیدوارم حالت دلت خوب باشه. امروز اومدم با یه ریاکت دیگه از کشور عزیز تاجیکستان. تو کامنت ها واسه من نوشته بودین از کرم الطلوع و خانم شیرینا به نام جان من ریاکت برم. چشم، امروز اومدم با این ویدیوی توپ. خیلی من درخواست ریاکت دارم، یه سولوشو شاید 20 تا 25 تا آهنگ دیگه مونده. سعی میکنم با روزی 2 تا 3 تا ریاکتی که میرم اینا رو آماده کنم. اگر یه وقت طول کشیدش ریاکتتون عذرخواهی میکنم، ولی یادتون باشه همه رو من ریاکت میرم، خیالتون راحت. آخر ویدیوها یه پلیلیست میاد از ریاکتایی که من رفتم و یک دو تا ویدیو دیگه هم بهتون پیشنهاد میشه که اگه دوست داشتین میتونید اونا رو هم ببینید. برای حمایت از من میتونید ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید و به دوستاتون اشتراک بذارید. پس بدون معطلی، بدون که وقتتون رو بگیرم، بریم. باز هم مشخصه که ما اومدیم با یک آهنگ زیبا از کرم الطلوع که همیشه آهنگاش پر انرژیه و این سری فیت داده با خانوم شیرینا. بریم ادامه. جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم، لب بنهادن و از شور دل لرزیدنم. جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم، لب بنهادن و از شور دل لرزیدنم. با اینکه آهنگ قدیمیه ولی موزیک چقدر ساده، چقدر دلنشین، چقدر باحال. بریم ادامه. عمر من قربانی آساعتی از بوس و کنار، با هوای ضرب دل مالیدن و رسیدنم. وقتی من قربانی آن فرصت که دستانی سفه تا نپیچی در بلا در گردنم پیچیدن است. وقتی من قربانی آن فرصت که دستانی سفه تا نپیچی در بلا در گردنم پیچیدن است. یعنی توی یک محیط باز من فکر می‌کنم که بیشتر آهنگای کرم الطلوع، چون من 2 تا یا 3 تا ریاکت دیگه از کرم الطلوع رفتم، همش توی محیط باز داره میخونه و احساس میکنم که موسیقی هم که هستش مثلا به حالت زنده داره زده میشه. امیدوارم که اشتباه نکرده باشم. جان من قربانیت خندیدن و نازیدنم، لب بنهادن و از شور دل لرزیدنم. یعنی واقعا ویدیوهای قدیمی رو آدم نگاه میکنه حال میکنه، انقدر اینا باحالن. گنج من قربان اون دولت که از من بایی تو، باراباس رنجیدنت زاپس مرا سنجیدنت. گنج من قربان اون دولت که از من بایی تو، باراباس رنجیدنت زاپس مرا سنجیدنت. جان من
است قربانیت خندیدن و نازیدن است لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن است شعر من قربانی و سربتی از دیوانی من بای بای خواندن و در خود نیارامیدند شعر من قربانی و سربتی از دیوانی من بای بای خواندن و در خود نیارامیدند جان من قربانیت خندیدن و نازیدن است لب به لب بنهادن و از شور دل لرزیدن است جانی من قربانیت خندیدن و نازیدن است. دوستان تو کامنت ها واسه من بنویسید این ساختمونی که اون پشت هستش اسمش چیه؟ حالت لونه زنبوری داره، خیلی باحاله. خیلی دوست دارم بدونم که اسم این ساختمونی که پشت این ویدیو الان اینجا استوب کردم چی هستش. بلد بنهادن و از شور دل لرزیدن است. عمر من قربانی و ساعتی از بوس و کمال با هوای ضرب دل مالیدن و رسیدن است با هوای ضرب دل مالیدن و رسیدن است بازم میگم، هزار دفعه دیگه هم میگم، هر چیز قدیمی حکم طلا رو داره. عجب موزیک ویدیو باحالی بودش، خیلی عاشقانه بودش. دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من بودید. بازم در انتها اینجا بهتون یه دونه پلیلیست از تمام ریاکت ها و یکی دو تا ویدیو دیگه بهتون پیشنهاد میشه که اونا رو ببینید و اگه دوست داشتید لایک، کامنت، دوستای دیگه تا اشتراک بذارید برای حمایت از من. دمتون گرم، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، پیس.